درود به همه شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امین هستم از کشور ژاپن. امروز با یه ولاگ کاملا متفاوت در خدمتتون هستم. دوستای عزیزم، هر جای دنیا که اسم ژاپن میاد یه مردمی تو ذهن ما میان که خیلی با قانون دوستن، انسان‌های بگی نگی آرومی هستن و یاد انیمه هاشون میفتیم چه باحال و چقدر پسراشون کیوتن و آمار جرم و جنایت و قتل و غارت و این چیزا تو ژاپن خیلی کمه. اما متاسفانه آدمایی هستن همه جای دنیا که ذهن بیماری دارن، مریضی‌های روانی دارن و متفاوت از بقیه آدمان. داشتم خودم توی اخبار میخوندم در مورد آمار جرم و جنایت ژاپن، با اینکه خیلی کمه اما برخوردم به اینکه ژاپن هم خیلی قاتلای سریالی معروف و واقعا عجیب غریب قاتلای سریالی که اصلا شاید مثلشون هیچ جای دنیا نباشه. اینه که تصمیم گرفتم 10 تا از معروفترین قاتلای سریالی ژاپن رو بهتون معرفی کنم. البته پارت اولشه، امروز نفر 10 لیست رو میخوام بهتون معرفی کنم، در موردش با هم حرف بزنیم، دادگاهش رو ببینیم، عکساش رو ببینیم و در مورد اتفاقاتی که در مورد این شخص افتاده با هم دیگه صحبت کنیم. قبل از هر چیزی ازتون میخوام که کانال رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن براتون بیاد موقعی که من ویدیوهای جدید براتون آپلود میکنم. خیلی ممنونم ازتون. توی کامنت ها هم بهم بگین که این سبک ویدیوها رو دوست دارین یا نه، ادامه بدیم ما هم دیگه یا نه. بریم توکیو، جایی که سوتومو میازاکی اونجا متولد میشه. آدمی که یه نقص ظاهری خیلی عجیب غریبی داشته، دستاش از مچ به سمت داخل برگشته بوده و اینکه موقعی که میخواسته دستاشو تکون بوده مجبور بوده از بازوش استفاده کنه و علاوه بر گوشه‌گیر کردنش یه مقدار اونو ترسناکتر نشون میداده. قاتلی که عادت داشته بعد از کشتن مقتولین اجزای بدن اونا رو بخوره و خون اونا رو بنوشه. یه مقدار سخته واسه خودم تعریف کردنش، ولی خب میازاکی همیشه دوست داشت که معلم زبان انگلیسی بشه، اما متاسفانه تو این زمینه ناموفق بوده و واسه همین شغل عکاسی رو انتخاب میکنه و سعی میکنه که این کار رو انجام بده. پدر و مادر میازاکی که از افراد ثروتمندی بودن یه روزنامه داشتن، ولی میازاکی هیچ وقت دوست نداشته که اونجا کار کنه و موقعی که دستگیرش میکنن و وقتی از انگیزه قتلاش ازش میپرسن میگه که هیچ کس صدای منو نمیشنید، حتی پدر و مادرم. میازاکی 2 تا خواهر کوچیکترم داشته، اما این وسط تنها کسی که با اون رابطه خوبی داشته پدر بزرگ میازاکی بوده. ولی وقتی که پدر بزرگ میازاکی از دنیا میره باعث گوشه‌گیرتر شدن و افسرده تر شدن میازاکی میشه و اون دست به خودکشی میزنه که متاسفانه این خودکشی ناموفق بوده. این افسردگی باعث میشه که میازاکی خیلی خونه نشین تر بشه نسبت به گذشته و بعد از چند بار حمله وحشیانه به خواهراش مادرشون رو مجبور میکنه که ساعت زیادی رو بیرون از خونه بگذره و وقت کمتری برای تماشای فیلم‌ها بذاره. تو اون دوران که میازاکی عکاس ورزشی بوده به شدت به انحرافات اخلاقی و جنسی کشیده میشه. میازاکی قتلاشو بین سالهای 1988 تا 1989 انجام میده. تو این بین میازاکی 4 تا دختر بچه 4 تا 7 ساله رو به قتل میرسونه. میازاکی بعد از اینکه دختر بچه ها رو میدزدیده از اونا عکس میگرفته، به اونا تجاوز میکرده، گوشت بدن اونا رو میخورده و بدن اونا رو تیکه تیکه میکرده، میسوزونده، کارهای عجیب غریب. و همین دلیلی میشه که جراید اون موقع و روزنامه های اون موقع اسمشو قاتل فرشته ها میذارن. میازاکی خیلی چهره آرومی داشته و تو طول روز دنبال تومه‌هاش میگشته. خیلی عجیبه که بعد از ارتکاب جنایت ها برای خانواده های مقتولین نامه مینوشته، به اونا زنگ میزده، شاید نزدیک روزی 20 بار و مزاحم اونا میشده و لباسهای بچه هاشونو و گاهن عکسای اون بچه ها رو براشون پست میکرده. اینجا بوده که پلیس توی تحقیقاتش به یه سرنخ مشترک میرسه، اینکه این 4 خانواده مزاحمای تلفنی دارن، مزاحمتایی که تو طول روز شاید نزدیک 20 بار تکرار بشه، اما هیچ کس پشت خط صحبت نمیکرده. 22 آگوست سال 1988 فردای روز تولد 26 سالگی میازاکی اولین جنایت خودش رو مرتکب میشه.
اون دختر بچه‌ای که تو حیاط خونشون بازی میکرده رو میدزده، سوار ماشینش میکنه که یه نیسان مشکی رنگ بوده، اونو به سمت غرب توکیو میبره و بعد از حدود 20 دقیقه رانندگی به جنگل‌های اطراف توکیو میرسه. اونجا شروع میکنه به دختر تجاوز کرده، از دختر عکس تهیه میکنه و جنازه‌شو تو همون جنگل رها میکنه. اما بعد از 2 روز دوباره سراغ جنازه دختر میره، تیکه هایی از بدن دختر رو برای خودش میبره، با خودش به خونه میبره، ولی الباقی جسد رو میسوزونه و خاکسترش رو همراه دندونای دختر بچه پست میکنه به خونه دختر بچه و یک دستنوشته داخل اون جعبه میذاره: ماری، خاکستر، استخوان‌ها، تحقیقات، اثبات. این اولین جنایت اون بوده. حدود 2 ماه بعد از اولین قتل، میازاکی که خارج از شهر بوده دوباره یه دختر بچه 7 ساله رو به اسم ماسامی میبینه. میره و باهاش صحبت میکنه، میگه تو خیلی خسته‌ای، خیلی خسته به نظر میرسی، اگه دوست داشته باشی من تو رو میرسونم به خونتون. اما اون دختر از نیت شوم این آدم خبر نداشته و متاسفانه قبول میکنه و باز هم همین اتفاق میفته. میازاکی باز به همون محل قبلی میره، به دختر تجاوز میکنه، از اون عکس میگیره و جنازه رو تیکه تیکه میکنه. اما سومین قربانی 12 سپتامبر سال 1988، دختر بچه‌ای 4 ساله به نام اریکا. اون دخترم با دوستاش در حال بازی کردن بوده. میازاکی اونو از دور میبینه، منتظر این میشه که از دوستاش جدا بشه و وقتی از دوستاش جدا میشه اون دختر رو میدزده، ولی این بار اونو به یه پارکینگ میبره و باز هم همون کارای شنی و تکرار میکنه: تجاوز، گرفتن عکس، تکه تکه کردن جسد. و بعدش یه کارت پستال همراه یه نامه برای خانواده اون دختر بچه بیچاره میفرسته. اما این بار جالبه که نوشته های اون نامه رو از تیکه های روزنامه میبره و کنار هم میذاره. توی اون نامه نوشته شده بوده: اریکا، سرما، استراحت، خوردن، گلو، مرگ. و اما 4مین و آخرین جنایت میازاکی این بار یه دختر بچه 5 ساله به اسم آیاکو رو گول میزنه و باز هم همون حرکات شنی و این بار تو جنگل تکرار میکنه. اما این بار که میازاکی مریض‌تر شده بوده و روانش بیشتر به هم ریخته شده بوده، جنازه رو با خودش به خونه میبره و حدود چند روز جنازه رو نگه میداره و شروع میکنه تو حالتهای مختلف از اون جنازه عکس گرفتن که بعدها تو تحقیقات پلیس این عکس ها پیدا میشه و بعد چند روز جنازه رو تکه تکه میکنه. جالبه بدونید که میازاکی تا مدت ها از گوشت اون دختر تغذیه میکرده و خون اون دختر رو میخورده. و اما دستگیری توی 23 جولای سال 1989 میازاکی بازم قصد داشته که یه همچین کاری کنه، این بار توی پارک. خوشبختانه پدر اون دختر بچه از دور میبینه این موضوع رو و شروع میکنه حمله میکنه سمت میازاکی و میازاکی هم فرار میکنه. اما سریعا به پلیس اطلاع میده و مشخصات میازاکی رو کاملا به پلیس میگه. حدود چند ساعت بعد وقتی میازاکی برمیگرده به اون پارک تا ماشینشو که اطراف اونجا پارک شده بوده رو برداره، پلیسا اونو دستگیر میکنن و بعد از تحقیقات و بازجویی‌های پیچیده توسط کارگاهان، میازاکی لب به اعتراف باز میکنه. توی تحقیقاتی که انجام میدن از توی خونه میازاکی حدود 6000 فیلم مبتذل پیدا میکنن. تکه اجساد اون دختر بچه ها رو پیدا میکنن و عکسایی از اونا و اون به اتهام قتل 4 دختر بچه گناهکار اعلام میشه. جالبه بدونید که تو هیچ یک از جلسات محاکمش ناراحت نبوده هیچ وقت و هیچ وقت هم ابراز پشیمونی نکرد و به همین دلیل پدرش که از افراد ثروتمند بود براش از گرفتن وکیل سر باز زد. توی 30 مارس 1990 جلسات محاکمه میازاکی شروع میشه، ولی اون معمولاً تو جلسه های محاکمه حرفای خیلی بی‌معنی میزده و همیشه میگفته که شخصی به اسم مرد موشی منو مجبور به ارتکاب این جنایت. توی 4 آوریل سال 1990 میازاکی به اعدام محکوم میشه. همون موقع بوده که پدر میازاکی هم که عمیقاً احساس شرم میکرده برای داشتن یه همچین فرزندی خودکشی میکنه و از دنیا میره. و در نهایت تو 17 ژوئن سال 2008 میازاکی به دار اعدام آویخته میشه و به سزای اعمالش میرسه.
خب دوستان عزیزم، خیلی ممنونم که تو این ولاگ هم منو همراهی کردین. حتما اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، نظرتون رو در مورد این ویدیوها بهم بگین. اگه دوست دارین ادامه داشته باشه منم براتون این سبک ویدیوها رو درست میکنم. کسایی هم که کانال رو سابسکرایب ندارن لطف کنید کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا نوتیفیکیشن ویدیوها براتون بیاد. واقعا ممنونم ازتون که همراه من بودین. هر جای دنیا هستین شب و روزتون خوش. فعلا خدا نگهدار.